سلام، میریم با هم آموزش این فرش زیبا رو داشته باشیم. برای شروع کار نیاز به تقسیم بندی داریم. من تقسیم بندی رو از قسمت جلوی سر شروع میکنم. برای تقسیم بندی قسمت جلوی سر اول چتری موهامو جدا میکنم. از 5 انگشت جلوی سر شکستگی ابرو تا شکستگی ابرو همین لایه‌ای که توی دست منه قسمت چتریمون رو تشکیل میده و خط کناره های گوش از امتداد خط چتری تا قسمت بالای گوش، دقیقاً این قسمت کناره های گوش ما رو تشکیل میده. برای تقسیم بندی قسمت تاج سر از 4 انگشت بسته از بالای گوش مو رو جدا میکنیم. این لایه‌ای که داخل دست منه قسمت تاج سرمون رو تشکیل میده. از زیر خط تاج سر مو رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم و از هر قسمت 1 لایه پایین میریزم. ضخامت این لایه نباید خیلی کم باشه و نه خیلی زیاد، یه ضخامت متوسط، و شروع میکنم مو رو به حالت جناقی فر کردن. بابلیز روی لایه داخلی مومون قرار میگیره و مو فر میشه. وقتی اندازه‌ای که نیاز بود بابلیس رو نگه داشتم و اطمینان پیدا کردم تمامه تارای موم حرارت دید، مو رو از بابلیس بیرون میارم و اونو کلیپس میزنم. توی این لایه کامل مشخصه اینی که بابلیس روی لایه داخلی مو قرار میگیره. لایه بعدی رو پایین میریزم و چون حجم مو بیشتره این لایه رو به 2 قسمت تقسیم میکنم و فر میکنم، اما بازم همون قاعده پابرجاست که 2 قسمت نیم کره سر به حالت جناقی فر میشه، یعنی قسمت چپ به سمت راست و قسمت راست سر به سمت چپ فر میشه. کلیپسی که من بعد از هر بار فر کردن مو و جدا کردن مو از بابلیس به اون میزنم خیلی توی ماندگاری فرم تاثیر داره، پس این کار رو فراموش نکنین. خطوطم رو به حالت آجرچین برمیدارم، یعنی خطوط لایه بعدی در امتداد لایه قبلی نیست، از ما بین اونا برمیدارم که به این حالت شطرنجی هم گفته میشه. حالا میرسیم به قسمت تاج سر. 1 لایه جدا میکنم و بعد به همون حالت جناقی موها رو باید فر کنیم. از وسط به 2 قسمت تقسیم میشه و نیمه چپ به سمت راست و نیمه راست به سمت چپ. فقط نکته‌ای که داره اینه که قسمت تاج سر بابلیس تا قسمت ریشه پیچیده نمیشه. از دستم در رفت و دوباره این قسمت رو 1 دور دیگه پیچیدیم. همیشه بابلیس رو باید به یه اندازه‌ای نگه دارید که مطمئن بشید تمام تارها به طور کامل حرارت دیده. لایه ها رو یکی یکی تو جهتی که باید فر میکنید. فقط این نکته رو فراموش نکنید که لایه تاج سر
از 5 انگشت مانده به ریشه فر میشه و به هیچ عنوان بابلیس تا قسمت ریشه کامل پیچیده نمیشه. چک میکنم تا مطمئن بشم مو به طور کامل حرارت دیده و بعد از لوله بابلیس در میارم و کلیپس فلزی میزنم مثل بقیه لایه ها. خب میریم سراغ آخرین لایه از تاج سر. چون توی قسمت تاج سر بیشترین حجم رو نیاز داریم، بد نیست که از لوله بابلیسمون کمک بگیریم و حجممون رو زیاد کنیم. به این حالت بابلیس رو توی قسمت ریشه قرار میدم و به حالت غلتکی توی قسمت ریشه اونو نگه میدارم و میچرخونم. اینجوری مومون توی قسمت ریشه حجم بیشتری میگیره و شروع میکنیم باز به همون حالت موها رو توی جهت خودشون فر کردن. آخرین لایه از قسمت تاج سر رو میپیچم و میرسیم به اصل ماجرا، قسمت کناره های گوش و چتریمون. یه خط اوریب از قسمت کناره گوشم جدا میکنم و بابلیسم رو در راستای خط اوریبم قرار میدم. همینجوری که دارید مشاهده میکنیم بابلیس روی مو قرار میگیره و نگه میداریم تا جایی که مطمئن بشیم تمام تارای مو حرارت دیده. موها از دستم در رفت و دوباره روی لوله بابلیسم میپیچم. لایه بعدی هم به همین شکل بابلیس روی مو قرار میگیره و موها رو به سمت پشت سر روی لوله بابلیس میپیچم. همینطوری که میبینین تو قسمت کناره گوشمون به حالت جناقی نیست، در یک راستا قرار میگیره و خط اوریب بابلیسمون هم به یک شکله. برای قسمت چتری خطها رو به حالت افقی جدا میکنم و تمام قسمت چتری رو به زیر بابلیس میکنم.
خب اون یک کناره گوشم من فر کردم، همونطوری که میبینین موها کامل فر شده. گذاشتم که به طور کامل تمام لایه ها استراحت کنه و حرارت مو گرفته بشه و مو به طور کامل سرد بشه. شروع میکنم کلیپسامو دونه دونه باز کردن. خب میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا، یعنی دیزاین کردن موهامون. با یه دونه شونه دندون درشت که مخصوص موهای فرامو به همین شکلی که میبینید داخل هم میپیچم و شونه میکنم. هیچ موقع موی فر شده رو به حالت صاف شونه نزنین که فراش باز میشه. میتونین به حالت دونه دونه موها رو بریزین یا میتونین مثل من موها رو داخل دل هم دیگه بدین. من چون که میخوام دیزاین لوله دو طرف سر انجام بدم، موها رو به طور کامل داخل دل هم دیگه میدم. در انتهای کار میتونین فراتون رو به حالت کششی کنین، یعنی خطی انجام بدین روش و اسپری بزنین. خطی کردن و کششی کردن فر کمک میکنه که ماندگاریش بیشتر بشه. در انتهای کار همین شکلی که میبینیم من فرامو خطی کردم، لایه لایه داخل اون بیرون کشیدم و توی این کششامو بیشتر کردم. امیدوارم که از آموزشمون خوشتون اومده باشه.